سلام. این دومین ویدیوی چنل دیوانچیه که دارم رکورد میکنم و حس کردم که بد نباشه داستان اسم و در واقع عنوان چنل رو براتون بگم، شاید جالب باشه براتون. اینجوری شد که ما یعنی من دنبال اسم باحال بودم که هم مثلا به خودم نزدیک باشه، به شخصیت خودم بخوره، بی ربط نباشه، هم به اون موضوعی که تو ذهنمه، ایده‌ای که دارم و اینا، کاری که میخوام بکنم. و همینجوری گزینه‌های مختلف رو بررسی کردیم و اینا تا اینکه یاد یه اسمی افتادم که یکی از دوستان عزیز منو با این اسم صدا میکرد. یعنی اسم من در واقع نادیا هست، اسم واقعیم، و اون کلا از اول منو دیوان صدا کرد و من خیلی دوست داشتم این اسم، خیلی به نظرم باحال بود و اینا. بعد آره یهو یاد اون افتادم و گفتم آره این میتونه جالب باشه اینو، من خب باید یه چیزی بهش اضافه بشه، یعنی به تنهایی انگار یه چیزی کم داره. و هی داشتم تو ذهنم فکر میکردم که خب دیوان چی؟ دیوان چی مثلا اینا، همینجوری داشتم دیوان چی. بعد یهو دیدم که میگن جواب یه وقتایی تو خود سواله یا همچین چیزی. آره دیدم چقدر باحاله اینا دیگه، به نتیجه رسیدم که اوکی من همینو دوست دارم و میخوام همین باشه اسمش و اینا. و بعد یکم نگاه کردم چقدر این آشناست، این کلمه، این لفظه. بعد دیدم آره خب خیلی شبیه داوینچیه. این داوینچی دیوانچی، این چی میگن، چیزی اصلا راجع به داوینچی نمیدونم در این حد که مثلا مونالیزا و شام آخر و اینا همینقدر میدونستم. رفتم یه گوگل کردم و اینا، بعد دیدم چه باحال، مثلا یکی دوتا چیز انگار مشترک بین البته جسارت به ایشون، ولی دیگه بود دیگه. آره راجع به طرز فکرش و فلسفه زندگیش و این داستانا نوشته بود. این شکلی بود که کلا خیلی اهل پرسش بوده و به سوال خوب خیلی بیشتر اهمیت میداده و جایگاه ویژه‌ای براش قائل بوده تا یه جواب نصف نیمه و شاید ناقص. و یه چیز باحال دیگه ای که راجبش وجود داشت این بود که میگفت که خیلی اهل یادداشت کردن و نوشتن و اینا بوده و همیشه یه دفتر داشته که پیشش بوده و همیشه در حال نوشتن و کشیدن و طراحی کردن و اینا بوده. و خب من یه دفترچه دارم که حتی موقع خواب کنارمه، یعنی با خودکار همیشه کنارمه، معمولا هر جا هستم و اینا، که هرچی به ذهنم میاد چون یادم میره بعدش. قسمت بالای چنل هست پروفایل، که یعنی عکس پروفایل نه، یه دونه عکس دیگه هست اون بالا، نمیدونم چی بهش میگن، بنر بهش میگن، نمیدونم دقیقا نمیدونم. اون خلاصه اون خط و خوطی که میبینین امضای داوینچیه. حس کنم باحاله، یه جورایی مثلا الهام گرفته شده انگار این اسم دیوانچی از داوینچی، نمیدونم فکر کنم باحاله دیگه، گذاشتم اونو اونجا برای ادای احترام بهشون. اینو خواستم بگم، نمیخوام به خاطر قاب قشنگ و رنگ و اینا یکی کلیک کنه رو ویدیو من، اصلا میدونی دنبال گرفتن توجه اون آدم نیستم خیلی. یا مثلا این میگن جمله های فلان قلاب بذارید نمیدونم فلان جنگ، مگه ولم کن، من واقعا بلد نیستم. اونایی که باید، من یه چیزی دارم معتقدم که اونی که باید به گوشش برسه بشنوه، هر جا که باشه به هر شکلی پیدات میکنه و به هم برمیخورید. این باور منه. بریم ببینیم چی میشه. فعلا